اینجا برلین، من دولتجان اتابولایف. درود بر شما هموطنان عزیز. چند روز پیش من سببگار یک جنجالی بدون مبالغه، یک جنجالی بین الخلقی شدم. سبب اون یک نوشته در فیسبوک بود. در صفحه شخصی خودم در فیسبوک وقتی آگاه شدم که بعد نشست سمرقند، بعد واخوری سران کشورهای عضو شانگهای امام علی رحمان بیمار شده است، من یک پست گذاشتم و از بس که در مدت 10 روز در صحنه پرزیدنت نمایان نبود، نوشتم که پرزیدنت مریض است و به او شفای کامل و عاجل آرزومندم. بعد یک یا 2 روز بود که دیگر در این شبکه ها یک آشوب برخاست و در این آشوب، پیشتر این آشوب، گروه های بودند که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نزدیک هستند. آنها دیگر به نام خدا و به نام پیغمبر و به هر چی باشد قسم می‌خوردند که امام علی رحمانوف زنده نیست، امام علی رحمانوف وفات کرده است و حتی روز جمعه گذشته اعلان کردند که روز جمعه یعنی 4 روز پیش مراسم جنازه در دوشنبه پیدا می شود. بعد نوشته من در فیسبوک امام علی رحمانوف در یک دانشگاه ملاقات داشت، در اونجا هم نوار صفتی بود و هم عکس ها و واقعا اون نفری که برای من خبری بیماری پرزیدنت را داده بود یک آدمی، واقعا آدمی بود که از دیرگاه میشناسم. در آمد گپ در 30 سالی که در سیاست و ژورنالیستیک هستم، یگان بار به یگان مقاله من، به یگان برنامه من، به یگان صحبت تلویزیونی من حکومت تاجیکستان یا یگان نفری که من تنقید کرده باشم ردیه ننوشتند. خدا را شکر که مرا همیشه از همین تهمت و غیبت و این چیزا نگه می‌دارد. دیگر شب و روز برای من تلفن می‌کردند، حتی ساعت 2 شب 3 شب ژورنالیست‌ها، نماینده‌های کشورها، حتی جاسوس‌ها، من نمی‌دانم، تمام نمود طایفه‌های مردم تلفن می‌کردند و از وضع سلامتی پرزیدنت می‌پرسیدند. جواب من یکی بود: تنی گرم بی درد نمی‌شود. پرزیدنت کمی بیمار بود اما شفا یافت و حالا در چه است؟ در پی اجرا کردن فعالیتش است. در این گیرودارها برای من واقعا موقع آنهایی که مردم را به خاطر یک لایک، به خاطر پرسماتر بیشتر دیدن مردم هنگامه ساختن که رهبر کشور وفات کرده است، بسیار خجالتبار بود. خجالت برای اون بود که من هم یکی از مخالفین همین حکومت هستم و چقدر که میگویند مزه کله به شوربا میزند. وقتی یک مخالف دروغ میگوید، وقتی یک مخالف یک عملی ناجوانمردانه میکند، البته مردم میگن این مخالفین، این اپوزیسیونرها همشون همین گونه‌اند. امروز چند ساعت پیش ما امام علی رحمانوف را در ترسونزاده دیدیم که با مردم واخوری داشت، ملاقات داشت، صحبت میکرد و یگان مشکل دیگر یگان مشکل نداشت. اکنون من از آنهایی که این چند روز اعلان داشتن که فلانی وفات کرده است پرسیدنی هستم. اکنون آنها برای مردم، برای تماشابینان، برای همان مهاجرای بیچاره که هر روز از آنها پول طلب میکنند چطور نگاه میکنند؟ اکنون چطور آنها و از همه عجایب آنها همه دروغشان را با حجابی منبری معتمد روپوش میکنند. گویا که با آنها وزیران معلومات، گویا که منبع معتمد آنها وزیران هستند، منبع معتمد آنها خانواده پرزیدنت است و نشرمیده حتی میگفتند که اگر 3 نفر، 3 وزیر یا 3 عضو خاندان کشوردار
به هم آیند، یک نفر منبع معتمد اونها است. اما اکنون آنها باید به سر خودشان حجاب کشند. بعد این دروغی که تمام دنیا را فرا گرفت. دروغ های دیگری این واعظان نهضتی دروغ های کوچک بود، دروغ های مضافاتی بود، دروغ های خنده آور بود، اما این دروغشان دروغ جهانی شد. در آخر از سبب آنکه همین مؤلف نوشته بیماری رحمانوف من بودم، امروز اعلام می‌دارم که رحمانوف صحت و سلامت است، یگان مشکلی ندارد. باز یک بار تکرار میکنم، امروز در شهر تورنزاده بود و چند روز پیش هم در یک دانشگاه بود. دیگر این مسئله، یعنی هر کسی که این 3-4 روز دروغ گفت، اونها به وجدان خودشان به خدا میسپاریم و میخواهم که صحبت خودم را با همین یک بیت به خاتمه رسانم. دروغ دشمن حق و دروغ دشمن دین، سیاه با دروی دروغ آمین. خدا به همراه، تا دیدار در دوشنبه.